سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای نهایت عزیز و مهربان، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگر چینل یوتیوب ما نور استودیو. دوستای عزیز، میخوایم در این ویدیو برای شما 3 نکته کلیدی را اشاره بکنم. 3 نکته که ما در تمام زندگی خود با او روبرو هستیم و اگر ما امی 3 نکته را عمل بکنیم و 3 نکته را در جان خود جامعه عمل بپوشانیم، پس زندگی ما در دنیا و آخرت ما کامیاب است، سرفراز هستیم. پیش الله با روی سرخ و با سرفرازی استاد میشیم، طوری که الله تبارک و تعالی می فرماید که همیشه وقت او ما را میبینه. یعنی هر زمانی که ما گناه کردیم، هر زمانی که به گناه، هر زمانی که به بدی، هر زمانی که به یک لفظ بد، هر زمانی که به یک کار اقدام کردی، ایره در دلت بگردان، در فکر و ذهن و هوشتی گپ بگردان که الله ما را میبینه. کافیست برات، خلاص. بعضی اوقات ما از کمره های دنیا میترسیم، یعنی بیشترین اوقات در هر جای که ما وظیفه اجرا میکنیم، هر جای کمره های امنیتی هسته، اما زمان برق نباشه و کمره ها بعضاهاش کار نمیته. از او دفتر بیرون شویم کمره دیگه وجود نداره، اما الله همیشه وقت میبینه. یعنی هر زمانی که به یک کار اقدام کردیم، در این فکر باشیم که الله میبینه. یک. دوم، به این فکر باشیم که کرامن کاتبین، ملک ها نوشته میکنه، کار خوب ما را نوشته میکنه، کار بد ما را نوشته میکنه. یعنی هر زمانی که ما این نکته را در ذهن خود بیاریم، هیچ وقت گناه نمیکنیم، در حق خودم ظلم نمیکنیم، در حق یک مسلمان دیگه هم ظلم نمیکنیم. و سومین نکته که ما او را همیشه وقت به یاد داشته باشیم به خاطر آرامش ذهنی و روحی در دنیا و آخرت، او ای است که در یاد داشته باشیم که مرگ ما فرا رسیده نیست. یعنی این 3 نکته برای ما سرنوشت ساز است. الله میبینه، دوم ملک نوشته میکنه، سوم مرگ ما فرا رسیدنی است. بخیر و سلامت باشین.